اخبار رو سریع با هم دیگه مرور بکنیم. تنها بازیکنی که تو این دوره از جام جهانی تونسته 10 تا شوت بزنه به سمت چارچوب و تونسته 10 دریبل موفق داشته باشه وینیسیوس جونیوره. آیس برگشتی گفته یونایتد خیلی سفت و سخت شوامینی رو میخواد و اونو میخواد جایگزین کاسیمیرو بکنه، ولی خب اینم میدونه خیلی سخت و دشواره. از اون سمت آیس برگشتی گفته رئال مادرید هیچ خریدی در خط میانی هم هافبک و اینا نداره بجز همون برناردو سیلوا که رسمی کردی. از اون ور آبولای پرتغال اومده توی خبری اعلام کرده که بنفیکا آریباس رو میخواد. پیشنهادی که داده 20 میلیون یورو، اگه 20 میلیون یورو بخوام بدن 10 میلیون یوروش میره تو جیب رئال مادرید، 50%ش مال ما. مارکا برگشته گفته رئال و وینی بعد از جام جهانی در رابطه با تمدید قرارداد و اینا با هم صحبت میکنن. کوکوریا و امباپه تو تیم منتخب هفته قرار گرفتن، منبعش همینجا براتون میذارم. رئال مادرید معتقده که امباپه و جود بیلینگام و وینیسیوس هر سه همزمان میتونن ترکیب رئال مادرید زیر نظر مورینیو جواب بدن و از این بابت هیچ مشکلی رئال مادرید نداره. از اون ور شوامینی به دلیل مصونیت بازی امشب با پاراگوئه رو از دست داد. بیشترین تاثیرگذاری مستقیم رو جام جهانی تا اینجای کار امباپه داشته با 8 گل، یعنی 6 تا گل 2 پاس گل. بعدش مسی که با تونسته 7 گل مستقیم بزنه به سمت دروازه. امضای قرارداد با الکساندر باستونی. اولویت رئال مادرید مثل اینکه و قیمتی که حالا پیشنهاد داده اینتر 60 میلیون یورو. این بازیکن دقیقاً تایپ خوزه مورینیو گفته آیس. مارکا برگشت گفته رئال مادرید الان تمرکزشون اینه که کیا رو بفروشه کیا رو نفروشه. اول باید بفروشیم چند تا جا باز بشه بعد بریم بازیکن بخریم. علیرضا فغانی داور بازی انگلیس و مکزیک شد. دوشنبه ساعت 3:30 صبح اگه اشتباه نکنم بازی برگزار میشه. گازتا دل اسپورت ایتالیا هم برگشته گفته که مودریچ با میلان تمدید میکنه و یک قدمی تمدید به زودی تصمیم نهایی گرفته میشه و دوست داره بمونه. و رسانه‌های کرواسی خبر از این داره که مودریچ به زودی از بازی ملی و کرواسی اینا خداحافظی میکنه و تمرکزش رو میذاره رو باشگاه دیگه این سال آخر. خیلی مخلص.